تکو برو خوب گردم ما به تو پول دادم نه کی رقم که تو 2 ماه به دنبال خوب بدونی نمیتونم دیگه بیشتر از این صبر کنم لالا چند روز دیگه به تو صبر کنم تو مردی اونی جون ما کردی دیگه امروز به سبا میکنی سبا به پس سبا میکنی ما چیکار باید بکنم نمیشه دیگه برو یک دقیقه دیگه صبر نمیکنم دیگه یک دقیقه صبر کردن نمیتونم برو حساب مر بعد به هر رقم میشه برداری بیه دمی که شما کار شما بند اینجا گفته بیده کرده میایین دمی که کار شما میچله با مر نمیشناسی من چه کار شد دیر مر چلی بزیدی ما خاطر که از خود نتونستم دفاع برو کنم. که من بزن برو من صد جنجال دارم ببینم دیگه که چرا مر بزیدی برو به خاطر یک جوجه سگ میزنی ایش که همین خود کله پوست کرده خو برو با تو بگو برو که من کار دارم گپ بزنم برو میفهمم من انقدر تونی چرا برو که بدی من به گپ خاطر بزنم جوجه سگ بزدی عباس که تو میجوری سگ ایمون به عذاب کردی باشه عذاب چی عذاب چی کردم دفعه بته وای نخته بودی یا ایمون آدم در کوچه سلام میای مرغ مر میگیره لنگیر میگیره واسه بخوره نمیگیری مرغ گرفتن میتونه برو استاد درس دیگه برو ما خودم یه همسایه خودم لالو من چه کار کنم برات خوب گردم من امروز دیگه بیشتر صبر کردن نمیتونم برای تو هر رقمی میشه برو مگر لالو برای من پول پیدا کنید تیار کنید اگر برای گپا نمیفهمم وای سارا تو بزیرا تو صبر کو صبر کو تو صبر کو بس نکرد بگو هی کو تو کجا شد اگی نه که تو بزیرا خاک شد بخیر تو با کجا رفتی با کجا قدر کن جوری رفتی تو از همه جا کجا شد اگی با کجا رفتی با کجا تحترین زمین رفتی سرک تو بزیر خواب شب خیر خوشی کجا گم شدی ایتا بگیر ما مگار نفته کی خوب ایتا لاتی تور بکنم که مگار هیچ دکتر به درد تو دیگه نفهمه امروز خواست پیش ما بجستی خوب باز خوب بگیر ما میفته وک روزه تو جوجه ساگه چرا از مستوندی چرا مر بزدی گپار تو سیکو بگیر ما میفته کی دختر خیلی شلمه شو لنگ تو بخواش خاطر خاطر یک جوجه سگ منو 20 شب میزینه به تا گوش میگه تا به نصف شب سرم ونگ ونگ میکس مغز سرم گفتم البته کوخ چیزی به تا مغز سرم رفتم اینجا چهار بیتی میخونه تو من میزینه میده که ونگ ونگ میکنه این لختا تو اینا رو بری زن تو سلط کنه زنکه چرا میده بذاره به پی مرده ها ببره تو بخیر بستونه برفتی نیلیلا نیلیلا برفتی نیلیلا اصلا یه خراب به تو شو خودی کی گم بزن به خیالمون زنه مثل بیل دیشب اصلا رو بیرو کرده بود نیلیلا کلک نیلیلا کلک نیلیلا کلک نیلیلا کلک تاثر گولیشته نیلیلا تاثر گولیشته نیلیلا تاثر گولیشته تاثر گولیشته الان میارم با خیلی احتیاط کردم اینا
بله. با دست شما برو را چیکار کنیم ها؟ با چه کار شده؟ با چه کار شده؟ تا کاری هم نکرده باشی من از دروغ میام به پیش ما میگو تو چرا همین برار خود گیلگه میدی اونا نمیفهمونی چه کار بکده؟ چه کار بکرده؟ با خدا باز پیش از پیش به تو میگم اگوش تو تیر میکنم اگوش تیار خواهم تیر کن بگو اگه او را از امون ایله این انداختم اون به درخت میشه گوی به سلاح کدم کمو جگا بر رات کشه هرچی میستی بگو نیه نه نیه اشته نیه گپ قرآن لبزه که اینجا چا تیا میگو تو اصلا یا خورا که نکن میگی تامی چا میزنم ماما نوروز بابا بیایی سه کنی کلکنده چی میگه؟ آه کلی تو برار کختدی میگم تو به تامی چا میزنم بله یا مفته چه کاره چه با چی خلقلی داری ماما نوروز من بیام آدم با شکایت دست برا را جدیلت این دیوانی که بگه خوب من میفهمونو و کلی من خود خواهد کشی میکنه یعنی چیکار کرده با چی میگیلا ماما نوروز دیار من برا می آمدم به گوشی بیدم و چوچی بیدم مثل گپ میزدم خب قراری کرده گیلک همه چی میه میگه چکار میشه گیلک همی تقیی چی بر میکنه یار ادم سخت بالا میکنه میزنه بم تا و همی که بس هر رختا پیار من لجان شده بود خوب این کاره کارا کرد خوبی خوب کاره کرد چرا پیار تو دیرو با چی مرزدی بود کی خاطر رزدی بود ای های های نداره ای چی خاطر های ماما همین تو نوروز تا چیزی که دیشب تو خود خسروی میکرد دامه که با شما میگم بابا اون بیاره خودم همینجا خشت ببره بگذار میگه گوسفندا خور میبره خیر بینی و چیکار کنم بیاری بسنده بخوری خونه بره خواهی چرا با شکایت میام به پیش شما نمیزد دیرو پیاری و نقطه یک جوز ساگه ماما نوروز جوجه سگه به کجا بیده اون تا کاری نکنه پیار برو میزنه کاکا برای کار خود برو ماما نرود به خدا و قرآن عمال اگه شما تیر میکنه اگه به چی شما گیلک دنمی که کارا نکن هر چی دیدی من چیش به خود خودی اگه برو شما دیگه سعید. دست خود چیه بله. بچه بودیم بچه مرزاده با خودشون به جور خدا میاد شما برو کاکا برو به دست خود شهر خلبدیه برو که به قرآن به بس چی شما بزنه ایش برو که به کسی قرآن نیست خدا چرا میگه گود میکنم برو دیگه بلیا دکتر گفت کرده بیدیم ماما نرود برو میگم برو که میزنم با تو بچه خو میگو میفهمونیم عمال اگه شما تیر ما بفهمونم بچه خوب تم پیار خوب فهمونه ما را کاری که خدا میگه چه کاره بله خواهد بابا بیانو بابا نمیشه از اینجا بردازم بابا از اینجا ما تا اونجا پنج شد شال شهید بشم بابا از اینجا می انداختونی اگر که به اون گوشه بیتر بود و شما بزو بربرین ای بابا اینا خلاص شه خدا مکنده هی روزگاره چیکار کنیم بابا جان دیگه نار بدم بالا که بخیر کلا کر بکنم که بخیر زمین رم گورونم دست یک کم صدا نداره به خدا یک نفرم نمیشه براده چیکار کنه شال کد مار شال یا خدا شکه یک زنگ بام زنگ خوب بزنم یک ترمز چای هم دست کجی ری کنه شال کد باور کن کارم دیگه برادر وای خدا هی الو اشتنی تیار خوشحالی خوبی زنده باشی سلامت باشی چی گپای میگم سعی کو ابی کجیر بخونی هم یک ترمز چای ری کو دست هم سر زمینم نه هیچی جگه یا تنگ میزنم خب چی کار میکنم دیگه این پوخو پس برگه بالا میدم که رو زمین خلوت چه کمی زمین گورونیم دیگه آسای آجر ری کنی دیگه آجر ری کنی خوبه دیگه نمایی بفهمیدم دیشب هم بگفتی 10,000 بار یک گپ نمیگن دیگه بس وقت بازار کمینا پول دست بیای بعد میدم برو با بازار هر خاک مرگ خوب است من دیگه جگر مکندی میگم ترمز چای بکو بگو چوب چیک نخرید چیک برو خداحافظ خدا بلاکده چی میفهمه جگر ما اینجا کندیه بعد میگی که به خدا 1 روپیه پول مرتکه بردار و 100 زیر خروارا خاک بیری میکنی ای خدا چیکار کنیم
چشم سیاه داری قربان چوم من، خانه کجا داری میمان چوم من، سرت عاشق شدم روی تا قربان، چشم سیاه داری قربانی چوم من، خانه کجا داری میمان چوم من، زلف سیاه داری زلف سیاه داری قربانی چوم من، خانه کجا داری میمان چوم من. آی کجایی؟ ای یک ترمز چای نمیتونی بیاری؟ بده دست خوب بیا واسه بیا گوگوچه بیا اشتا دیر کردی. شدم کاکا بشیشتم برام. یک ترمز چای بود کاکا. چی گپای غرریه؟ کاکا غیری کی بود؟ بله چرا چی گپه با چی گپه؟ صاحب خراب رختای لوکل ماش لگندی پراگی. اینه؟ چرا جنجال کرده خود کس باسی؟ نه جنجال نکرده بیدم. گیلا قراری کردم چون ساعت چی بوده قرار کرده که ای چی بدشته بزده بهم تو و پیار من به گوشی کم بزدم. همین بسته و لمشی ها بریخته بود بالا رختا پیار من کلمش شده بود. برفتم پیش پیاری خانه میگیرم میگه مر با کلمه پتکه میخونه برو مردیم بزنیم به چی چخور فلان انی که گپا و تو نیه مامان روز میشه که شما به بچه خوی کارا یاد میدین برو مردم آزاری کو. یعنی برو زاده من نمیفهمم که این مردم چی فکر دارن به کل خو. آخر قدیم و عدیم گفتن حق خدا و حق همسایه. همسایه که دست آدم آزار و اذیت باشه خداوند به خدا آدم نمیبخشه. میگفتی جلو بچه خور بگیر اگر دفعه دیگه ما دیدیم بگو اگر که کاری به سر آوردیم یک بلای به سر آوردیم جا گیله و جا چیزی نباشه. بو گفتم برو دست تو آزاد میگه هر کاری نکردی بکن شما مردی به اون بچه من یک تگوشی بزنی. اون روز دیگه کاکا با سکیل بودم همون رخت مرکبی دیدی که بدخته بودم. خب من تا محل تیر شدم آدمی کوچی باغ که میدیدی اشتا کوچی جا جستن هم نیه این جونم مرگ آدم پی همون نخری دیواری بود یک دو تا سگای بم رد بود اینا کشیش کد بلد نه خب سکیل خب من مولکی شدم خراب پیبر بغل فنده. خب میبینین کاکا این کارا کردن که میکنه فقط امیر میگم گجی جو برو زاده که خداوند به هر کس اولاد میده اولاد صالح بده اولاد بده که به پی بدنومی پیر مادر نباشه. راست میگین خب بیا چای بخور چای پیاله بخور نردی. نه کاکا ما بخوردم به شما آورد